سلام رفقا، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از چنل خودتون ذره بین مگ. موضوع صحبت امروزمون راجع به یک سوال پرتکراریه که در طول روز زیاد میشنویم و اونم اینه که سخت کار کردن بهتره یا هوشمندانه کار کردن. تا آخر این ویدیو همراه من باشید. ببینید دوستای گلم، سخت کوشی همیشه منجر به موفقیت نمیشه. همونطور که اطراف خودمون میبینیم آدمایی هستن که خیلی سخت کوشن، 5 صبح پا میشن و تا پاسی از شب کار میکنن، ولی بازم نتیجه خاصی توی زندگیشون نمیبینیم و به اصطلاح 8شون گرو 9شونه. با این حال سخت کوشی و استمرار توی کارامون اولین مؤلفه برای رسیدن به اهدافمونه و غیر از اینم نیستش. اما اینو فراموش نکنید که سخت کوشی به تنهایی شما رو به اهدافتون نمیرسونه، بلکه اون چیزی که شما رو به خواسته هاتون نزدیکتر میکنه هوشمندانه کار کردنه. واقعیت ماجرا اینه که وقتی شما در حال انجام دادن کاری هستید، از 2 عامل یعنی بدن و ذهن کمک میگیرید که اون کار رو با موفقیت به اتمام برسونید. و اون چیزی که وظیفه هماهنگی و مدیریت ذهن و بدن رو به عهده داره چیه؟ هوشمندی. اگه هوشمندانه کار نکنید، فقط از بدن خودتون استفاده کردید و در نتیجه روزانه یک کاری رو عادی انجام میدید و عادی هم نتیجه میگیرید. پس اگه به اون هدف فوق‌العاده خودتون نرسیدید، بدونید که هوشمندانه جلو نرفتید. اما حالا تصور کنید جز بدن از ذهن و خلاقیت خودتون هم کمک گرفتید. چه اتفاقی میافته؟ طبیعتاً راه 10 روزه رو 1 روزه میرید و سرعت و درصد موفقیت کاراتون هم بالاتر میره. اجازه بدید منظورم رو با یک مثال تکمیل تر کنم. فرض کنید برای یک پروژه شما نیاز پیدا کردید به چند تا عکس و فیلم از طبیعت و اینکه چند تا فایل صوتی هم از فضای جنگل و طبیعت بگیرید. حالا چی کار میکنید؟ یک آدم سخت کوش ولی غیر هوشمند شال و کلاه میکنه و میره مکان مورد نظر و با دوربین موبایلش عکس و فیلم میگیره و صداها رو هم ضبط میکنه. اما یک آدم هوشمند داخل خونش میشینه و از گوگل و هوش مصنوعی برای تولید عکس و فیلم و صدای مورد نظرش استفاده میکنه. فکر میکنم حالا منظورمو گرفتید. جالب اینه که تا قبل از اینترنت مردم باید دقیقاً همین کارا رو میکردن، اما الان تقریباً همه به این سطح از هوشمندی رسیدن. اما این صرفاً یک مثال بود برای جا افتادن منظور. شما باید کسب و کار و فعالیت‌های روزانه خودتون رو هوشمند کنید. اگه موزیسین هستید، اگه فیلمساز هستید، اگه کافه داری و قهوه میفروشید و اگه ورزشکار یا دانش آموز هستید، شما باید کارتون رو هوشمند کنید. یادتون نره که هوشمندانه کار کردن شما رو به هدف نهاییتون میرسونه، نه سخت کار کردن. آدم باهوش اونه که هر دو المان سخت کوشی و هوشمندی رو با هم به کار میگیره و سرعت پیشرفتش رو بالاتر میبره. حالا سوالم اینه که شما چقدر هوشمندانه کار میکنید؟ چقدر اهدافتون رو با استفاده از امکانات هندل میکنید و از فکرتون کمک میگیرید؟ لطفاً نظرتون رو برام کامنت کنید. برای ویدیو بعدی هم این ویدیو رو پیشنهاد میکنم که میزان باهوش بودن خودتون رو بسنجید.